الو ها اکا ها همون گپا همون مصلحت ها ها اکا ماله خوب ماله اکا خوب زنک؟ والا بمرده چخیر سلامتی چخیر احوالت خوب؟ من برو مرده چه گفته؟ یعنی یک گپا چند روزه خبیده ای یک گپا که دورو میگم یک گپا که دورو میگم او بگو همی گپا را کی مده میگی آخی من تدا بیگونه نیستم آخی من تدا شد میشم آخی او بگو آخی چی گپ داری مده؟ گفتنه بدم که 2 سال پیشه که ملیسا آمدن بردنت کو همه کارا را ما تشکیل کرده بدم همی کارا را تو تشکیل کرده بدی؟ آه مردک ببخش مرا همی کارا را همی ملیسا را تشکیل کردیم ملیسا مرا بودن در ترما محکم کنه تو تشکیل کرده بدی؟ آه مردک ببخش مرا مردک تقاید بود که او سال ای زنش جدا شده بود همون هم مردک جامعه تشکیل کرده بدم آیا تقاید بخشش بپرد زندگی تقاید مرا تو بیان کرده بدی؟ آه مردک از نتیجه فهمیده میشه که همین چانس میگی پلایی که گم میشید ما در خونه شما میدزدی نه؟ آه مردک اینا فهمیده شیخ تا میدونسته ای مردک ما ایتی خویش دارم پیش مردنم چی خویش داری گپ زن؟ همه وقتی ما مرد و مردک برای گناه های کردگیم ای پاچه هم لوست را دارم بکشین برای این کارهایی که تو در حقیمه کرده ای تو را زنده تکشال کردن در کار موده تنه فهمیدی؟ زنان؟ ای زنان این مرد به هر حال زنک باید قدیم زندگی میکرد این موده وصیت کرد ما مجبوریم که هر چی خیل باشه نباشه موده وصیت کرد ما باید وصیت را اجرا کنیم مگر اون هم زنک گپشه در زمین نمونیم که وصیت را اجرا کنیم کی باشه این اکا جان هودی یاد اکا بیاین اکا سلام علیکم تینجه اکا جان ای خوکت اینجا نو کمتر پیش از زنک مود زن زد که تیز بدویم بیاین مرا شوم میکشه در لوستر کشو میکنم تو کجا میاد این موقع بگر تو بیسا گمینو بیسا من میومم بیس من میومم ای مردک ها ای بگر دیجا بیا کجا میره تا سروشی ما یک گپ شنویدم می ساعدیدم میگم دویدم میوم بگر تو خونه دبرا بیشی یا چای من میوم ای آخه مردک بست ابا چبدرود ای تا دویده رفته است یا مردک با خدا خواتیرم کرده است یکم خواتیر نشه اینم یک گپ شنویدم میرم ساعدیرم میگم خونهش نه دویدم میوم خونهش اون ساعدی تمام برا بیشی حالی من میوم برا اکی جنگ نشه اکی جنگ نشه نه همه تو برسی یا کسه ای انا من مرغان دیدی او سومدن همه رو ختم همه خوشرو مایده کرمه ای بچه ای سوزی چینجی ای نکی ساعت خط بشم همی میگم همی نیمی امتا با همی دق کفتر دق مرغ زنم دیده چو کرد اینجا او تو کی زن بگیری آخی همه زن با میگیریم دا کجا سر سومید ای بچه 36 در رفتی اولی با همی همسایان چه میگن؟ چی میگن آخه؟ گفتن میگیرن هم سینفو اینا مرا دیدن میگن 36 میگن یکم ای دوره همی آدی هیچ خیلی های بابا چه یا اولی عکس رفتی سر میدونی تو اینی زنگیری های عکسی اشیاء کمیل جون؟ عکسیش؟ اینو خوزی تو زن میگیری کو با 2 گودک دیگه پدرکه های پیش خدمت یا شوربا یا نان یا چای سیاه تز بگی بیا گشنگی دمردم خیلی پیش خدمت اینجا آشخونه نیست اینجا کتابخانه های
پس گبزن پس گبزنو یا کاس شوربا یا چای یا نان بگی بیا این شامی سیاه وقت مرا هم سفره چمز علم های دلم بیخبره سعد یالا و سر را در میان افتاده ها؟ تینجه؟ سازی جانی من؟ با چخلی جانی من چخلی سازی چند بار گفتم در اومدی از سلام جانی من از سلام جانی من انم خیر کیفی تو ها؟ با چی با کیفی من؟ کیفی تو که مرا داری کیفی من که آینده تو قطیما چی میشیده باشه میدونی که ما برای چی پیش تو آمدم یا گب گفتیم تقایم فراد داشت برا که تقایم چید میگه تقایم ولی میگرده میگه که برا بو کلی نبگو که چای دم کنه رفتی پیش منه یو برا چای دم که پیش تقایم بر بگو که کلی ندم که چای فهمیدی؟ پیش منه یو دیگه سلامتی را یاد بگی بداو تست که فراد داشت و خست که دسته بود چی نگاه داری ایستاده؟ برا میگم تخمه نمیمونم که سوس کنم ای خدا را شکر هزارم بار شکر همین بچه کنجگی را آخیران نزان دادیم این همی باور که میگم همی یک کهی وزمی همی سبک شدک ده سلام خدا را شکرانم السلام علیکم موتی جان ای بیو بچم بیو سادی جان بزگاه بیشی السلام علیکم سودی تینجی سلامتی خوبه تینجی رحمت شما نازه شکر ای بچم وقتات خوش ها این از زن بته اوتا این از زن بته اوتا این دیدی اومده اخیر این از زن دادیم این اجورا ای رحمت شما دوتا جان هزار رحمت ما ای شما ای زمین تو آسمون می ندارم بو اگنی میستودی اگنی رحمت که همه شما در همه زنگیریم کمک کردین همه عروس گرفته خطون دادن مده هزار رحمت بایدم خیر رحمت بگوی سادی جان اگر شب تو سحر رحمت بگوی کمای سادی جان رحمت بو برای ما بگو که همه عروس ها ما برای تو انتخاب کردم اگر خودت انتخاب میکردی حالی تو جان اگر ما همه عروسی دادگیت خودم انتخاب میکردم یا حیات خمه نمیبخشیدم